در برنامه اخباری آزادی از حادثه‌های آخری جهان و تاجیکستان خواهیم گفت. سلام بیننده عزیز، امروز 2 اپریل است. توجه کنید و محتوای برنامه. می‌خواهیم فرزندانمان را ببینیم. والدان نوسکران یک روز بعد از دعوت به ارتش به دیدار فرزندانشان رفتند. بر پایه عفو پرزیدنتی عبدالله وزیرов، پزشکی 78 ساله علی بیدکی پس از 2 سال زندان رها شده است. آزادی نعمت بسیار بزرگ است. برای همین به قدر نعمت آزادی رسیدن در کار. با کودکانی که به نکاح تولد شدند چه کنیم؟ طرح قانونی در قرقیزستان بحث برانگیز شده است. اگر چیزی در این حالت ثبت نمی شود و زن پس از چندی برای کودکش آید، به او میگویند که طفلت ففتیده است. شاید طفل را فروشند. دیروز همزمان با آغاز معرکه دعوت به ارتش، برخی شهر و ولایت‌های تاجیکستان خبر دادند که شماره ضروری جوانان در مراسم با تنتنه به صف‌های ارتش پیوسته نقشه اجرا شده است. شماری از والدان نوسکران میگویند زیر فشار جگربندانشان را به خدمت فرستادند. از اینجاست که امروز بعضی والدان به قسم‌های حربی رفته تلاش کردند از وضع فرزندانشان آگاه شوند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد. صبح امروز در نزد یکی از قسم‌های حربی ولایت ختلان پدر و مادران نواسکران جمع شده منتظر دیدار با فرزندانشان بودند. کاربران رادیوی آزادی با نشر این نوارها از درآمدگاه یک قسم حربی خبر می‌دهند که پدران و مادران می‌خواهند بعد اولین شب خدمت عسکری با احوال فرزندانشان آشنا شوند. دعوت بهاری جوانان به ارتش تاجیکستان که از عهدهداری‌های کانستیتوسیونی جوانان به شمار می‌رود، روز 1 اپریل آغاز یافت و خود همان روز ولایت ختلان به مانند بعضی ناحیه و استان‌های دیگری تاجیکستان با تنتنه گزارش داد که نقشه دعوت پره و یا دقیق‌ترش 100% اجرا شد. در دعوت‌های گذشته از ابلاو و یا با استفاده از نیرو دعوت نمودن جوانان به ارتش خبرهای زیاد نشر میشد. در تاجیکستان سال 2 دفعه در بهار و تیر ماه معرکه جلب جوانان به ارتش صورت میگیرد. سالهاست این معرکه با خبر سرباز شکار یا با زور به ارتش جلب کردن جوانان همراه است. بعضی از والدان سال گذشته شکایت کرده بودند که مقامات به آنها به هر وسیله فشار می‌آورند تا فرزندان مهاجر یا دانشجوی خود را برای رفتن به ارتش از روسیه به تاجیکستان برگردانند. بعضی جوانان دلیل فرار از ارتش را به شرایط ناخوب و دیدوشینه و مرگ مرموز بعضی از سربازان پیوند می‌دهند. امبودسمن و یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان نیز در گزارش گفته است در سال 2023 مرگ 40 سرباز در ارتش ثبت شد. از این شماره به اعتراف امبودسمن 8 مورد خودکشی بوده، 6 نفر از بیماری فوتیده اند. در رابطه با سرباز شکار یا دعوت مجبوری جوانان به ارتش 11 کس را به جوابگری کشیدند. وکالتدار عاید به حقوق انسان میگوید بر ضد این افراد سال گذشته دادستانی حربی پرونده گشوده است، اما نتیجهش معلوم نیست. به اطلاع این منبع 11 نفر منصبداران از ناحیه‌های واسع، شهرستان، حصار، کوشانیان، رشت، شاه منصور، اشکاشم، کولاب و کمیسریت حربی ولایت ختلان بودند. از این بین 9 نفرش کارمند کمیسریت حربی، 1 نفر افسر میلیسا و 1 معاون رئیس جماعت بودند. ماه گذشته دادستان حربی تاجیکستان فردوس حیاتزاده طلب کرد که از شیوه‌های غیرقانونی جلب سربازان به ارتش پیشگیری شود. دادگاه عالی تاجیکستان شکایت چهره‌های معروف و روزنامه‌نگار رخشانه حکیمووا را بررسی کرده قرار زینه پایانی را به تغییر گذاشته است. چهره‌های شناخته که از 18 تا 27 سال زندانی شدند حکمشان را ناعادلانه خوانده از آن شکایت کرده بودند. رخشانه حکیمووا روزنامه‌نگار و مادر 2 طفل خردسال به 8 سال زندانی محکوم شده بود. دادگاه اعلام کرد که حکم او نیز به تغییر خواهد ماند. همکارم ارشاد سلیمانی و براد یوسفی جزئیات بیشتر دارند.
دادگاه عالی تاجیکستان حکم زینه اولی دادگاه در مورد چهره‌های معروف سیاسی و خادمان دولتی سابق را به تغییر گذاشت. دادگاه بازنگری این پرونده دیروز 1 اپریل آغاز شد و تا امروز پس از ظهر 2 اپریل ادامه کرد. یکی از وکیلان دفاع محکوم شدگان پس از اتمام جلسه دادگاهی کوتاه به ما گفت که حکم به تغییر گذاشته شد. برآمد وکیلان دفاع دعوای محکوم شده ها به نظر گرفته نشد، حتی از رخشانه نیست. دادگاه زینه اول 5 فوریه این چهره ها را از 8 تا 27 سال روانه زندان کرده بود. دادگاه در روز اول جلسه دعوای همراخان ظریفی، شاکرجان حکیموف، عبدالفیض عطایی، نور احمد غنیزاده را شنیده بود. امروز دعوای اکبرشاه اسکندرов، احمدشاه کاملزاده، سید جعفر عثمانزاده و رخشانه حکیمova شنیده شد. با گفته یکی از وکیلان دفاع در روز اولی جلسه بازنگری حکم زینه اولی دادگاه شاکرجان حکیموف بیش از 2 ساعت سخنرانی کرده نکته به نکته با تکیه به قانونگذاری تاجیکستان حکم زینه اولی دادگاه را به پایه خوانده و بیگناهی خود تاکید کرده است. همچنین با گفته این وکیل دفاع باقی محکوم شدگان نیز در دعوای خود به بیگناهی خود تاکید کرده از دادرس زینه کاساسیونی خواستند که آنها را آزاد کند. شنیدن دعوای محکوم شده ها تا نیمه اول روز 2 اپریل دوام کرد و دادرس ها در نیمه دوم روز همگی در ظرف 10-15 دقیقه تصمیم خود را اعلان کردند. نزدیکان محکوم شده ها با رسانه ها آشکارا صحبت نمی کنند، ولی یکی از آنها در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفت چیزی شد که آنها انتظارش بودند. حالا با گفته یکی دیگر از وکیلان این قضیه پس از 5 روز این جلسه حکم زینه اولی دادگاه اعتبار قانونی پیدا می کند. نزدیکان محکوم شدگان میگویند هنوز درباره بردن شکایت نظارتی از مرحله کاساسیونی تصمیم نگرفتند. آنها 17 فوریه از زینه اولی دادگاه شکایت کاساسیونی برده خواستار بازبینی حکم و آزاد کردن پیوندانشان شده بودند. پس از این شکایت چند سازمان بین المللی خواستار بازبینی پرونده شده بودند. 130 بانوی تاجیک در روز 8 مارس که در تاجیکستان روز زن مادر تجلیل می شود از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته بودند که رخشانه حکیمova مادر 2 فرزند خردسال و یگانه زن در این پرونده را آزاد کند. نزدیکانشان میگویند از زمانی بازداشت تا کنون موفق نشدند که پیوندانشان را ملاقات کنند. آنها برای این به دادگاه عالی تاجیکستان و به سردار سرریاست زندانهای تاجیکستان نامه نوشتند، ولی در این نهادها با آنها گفتند که هنوز قطعا اجازت نیست، باید منتظر باشند. تفصیلات بیشتر این محاکمه رو در سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. عبدالله وزیرов جراح 78 ساله از ناحیه رشت که سال 2023 با گمان همکاری با گروه‌های افراطی بازداشت و 5 سال حبس شده بود پیش از مهلت از زندان رها گردیده است. پیوندانش روز 2 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که رهایی او بر اساس فرمان پرزیدنت تاجیکستان امکان پذیر شد. آزادی نعمت بسیار بزرگ است. برای به قدر نعمت آزادی رسیدن در کار امام علی رحمان روز 20 مارس قرار رهایی نزدیک به 900 زندانی را امضا گذاشت و آن را بخشش گناه نامید. نزدیکان عبدالله وزیرov گفتند او حالا در دهه ملاورات ناحیه رشت قرار دارد ولی وضع سلامتیش چندان خوب نیست. وزیرov در گذشته با گمان کمک به علاءالدین دولتov معروف به علی بیدکی نیز زندانی شده بود. مقامات علی بیدکی را به سازمان دادن حمله به کاروان نیروهای وزارت دفاع تاجیکستان در سال 2010 گناهکار کردند. در آن حمله 26 سرباز وزارت دفاع کشته شد. عبدالله وزیرov آن زمان با گمان رساندن یاری طبی به علی بیدکی بازداشت و زندانی شده بعد از 2 سال بر اساس قانون عفو رها گردید. او را با آن ایبدار کرده بودند که زخم تیر در بدن علی بیدکی را تبابت کرده ولی به مقامات خبر نداده است. او گفته بود وظیفه کسبیش را انجام داده بود و گناه ندارد. بنا به یک نوار ویدیویی خود بیدکی دیرتر بازداشت و کشته شد ولی طبق خبرهای رسمی در زد و خورد به هلاکت رسیده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. در قرقیزستان طرح قانونی را پیشنهاد دارند که تولد ناخواسته زنها در تولدخانه‌ها را با راه انجام دهند که آوازان نشود و کودک او را
با اجازه زن به تربیه دولت سپارند یا به خودش بدهند. این طرح برای بررسی به مردم پیشنهاد شده است. مؤلف طرح یلدوز صادربایف وکیل پارلمان است. او گفت اگر تولدخانه‌ها راز زن‌هایی که به نکاح حامله‌دار شدند و در جامعه نمی‌خواهند شرمنده شوند پنهان دارد، دیگر چنین افراد در خانه‌ها تولد نمی‌کنند و کودکان خود را به کوچه‌ها نمی‌پرتویند. برخی این پیشنهاد را برای نجات کودکان و به آبرو نشدن زنها بهترین گفتند، اما حامیان حقوق و کارشناسان ساحه نظر دیگر دارند. کامیومرسی عطا گزارش می‌دهد. در پرتابگاه نوزاد نیمجان پیدا کردند. نوزاد دیگری را در بارانی در قوطی یافتند. نوزاد سیوم را در میان سگ‌های بی‌صاحب مرده پیدا کردند. این سرخط چند خبر از رسانه‌های قرقیزستان است که جامعه را در حال شاک قرار داده بارها پیشنهاد تشکیل مکان امن را برای گذاشتن چنین طفلان به میان آورده است. شبیه بیبی باکس. یلدوز صادربایف و وکیل پارلمان قرقیزستان فراتر از این خواهان راه اندازی تولد پنهانی در زایشگاه ها است. قانون عمل کننده از زنها طلب می کند که هنگام مراجعت به زایشگاه ها باید شخصیت خود را آشکار کنند. از این رو زنهایی که نمیخواهند حامله‌داریشان آشکار شود، حیات خود و طفل بطنشان را در خطر گذاشته بیرون از زایشگاه‌ها کودکشان را به دنیا می‌آورند. این طرح به زنها امکان می‌دهد که پنهانی و بی خطر کودک تولد کنند. تشبثکاران پیشنهاد میگویند که در صورت تولد پنهانی زایشگاه‌ها کفالت می‌دهند که شخصیت زن را مخفی نگاه می‌دارند. در زایشگاه از اون نه مکان جای استقامتش را میگیرند و نه نام و نسبش را میپرسند. این طرح به کارمندان زایشگاه پرسیدن معلومات از چنین زنها را منع میکند. پس از تولد با زن روانشناسان کار میکنند و اگر او خواست طفل را با خودش میبرد وگرنه آن را به زایشگاه میسپارد. کارشناسان ساحه این پیشنهاد را عالی میدانند ولی میگویند این راه هم خطرهای در پیش دارد. Она предполагает, что мы загоняем тему в какие-то вещи, которые... این یک طرح ناروشن است که کودکی به دنیا آمده را چگونه ثبت میکنند. کودک زنده میماند یا مرده. بعد تولد کودک را طبابت میکنند یا نه. اینجا یک راه تاریکی در پیش است که به سوی کودک فروشی، جنایت و فرزندخوانی غیر قانونی میبرد. Криминальные роды, криминальные смерти детей и матерей, криминальные продажи детей на усыновление. این فعال اجتماعی میگوید که معلومات درباره زنها در تولدخانه ها حالا هم مخفی است و کارمندان این زایشگاه ها حق ندارند به کسی این اطلاع را آشکار کنند. تشبثکاران پیشنهاد دارند که به زنهایی که به ذکر نام و نسبشان و پنهانی کودک به دنیا میآورند یک کاغذی دارای رمز داده شود. اگر او برای گرفتن کودکش بیاید این رمز را میگوید و به او طفلش را پس میدهند. استفاده از رمز 2 ماه مهلت دارد. کارشناسان میگویند که قبول قانون تولد با راه پنهانی مشکل را حل نمی کند. اگر چیزی در این حالت ثبت نمی شود و زن پس از چندی برای کودکش آید، به او میگویند که طفلت ففتیده است. شاید طفل را فروشند. در ما چنین حالت ها ثبت شده بودند. به فکر من کاملا به راه ماندن تولد پنهانی ممکن نیست. هر یک پنهانکار قانون شکنی را به بار می آورد. پیش بینی شده است که اگر دختری نابالغ برای تولد پنهانی مراجعت کند، پزشکان به پلیس خبر می‌دهند. با راه پنهانی کودک تولد کردن چنین افراد تا کجا مخفی میماند سؤال بی جواب است. این طرح در قرقیزستان هنوز ناروشنی‌های زیاد دارد و معلوم نیست که تا کجا پذیرفته خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی می رود. به اطلاع رسانه‌های آمریکایی ممکن است ترامپ در میانه‌های ماه می امسال به عربستان سعودی سفر کند. این سفر اولین خارجی او در دوره دوم پرزیدنتیش خواهد بود. او در دوره اولی پرزیدنتی خود نیز نخستین سفرش را به عربستان سعودی انجام داده بود. سپاس که ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه آزادی ارگ و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و یوتیوب ایکس پیدا کنید. خدا نگهدار.